وقتی پیر شدیم نمیتونیم منتظر اومدن کسی باشیم. ما اینجا تنها، سوگل اونجا بیکس. سیدا، شرایطو میتونی مسئولیت اون بچه رو به عهده بگیری؟ پلیس به جرم قتل اونا رو برده بود. سوء تفاهم شده بود. من به پانسیون زنگ زدم، هیچ قتلی صورت نگرفته. سوگل بی خودی متهم شده بود. اینطوری ما همونو مجازات میکنیم. اون آدم برات پدری کرده، نمک نشناس. بسته دیگه. آره، به شوهر چاقو زدم چون به من تجاوز میکرد. میگفت اگه کاری که میگم و نکنی به بشرام تجاوز میکنم. دروغ نگو. بابا مامانم رو میزده. واقعا؟ مامانم هیچ وقت خوشبخت نبود. با تو هم بدرفتاری میکرد؟ نه، آدم خوبی بود. یعنی نسبت به ما اینطور بود. مامانم برای اولین بار عاشق عمو کمال شد. جمره. اون آدم به بشرا آسیبی میزنه؟ نه، نمیزنه دیگه. تا این حد پیش نمیره. ایشالله. چون اگه به بشرا دست بزنه واقعا میکشمش. اینو به خودشم میگم. باید بفهمه که جدی میگم. ایلول، به هیچ وجه نرو سراغش. از پشت تلفن باهاش صحبت کن. نه، با عمو کمال تنها نمیمونم. میرم خونه جلوی مامانم بهش میگم. باشه، من میدم به خودش. هدیه؟ نریما خانم، صبح بخیر. صبح بخیر. این چیه دستته؟ برای ساغر اومده، آوردن دم در. دارم میبرم بدم بهش. آفرین هدیه. حالا خودسر هر کاری دلت میخواد بکن. این بسته های نامشخص و همینطوری ببر بده دست بچه ها. اگه یه وقت توش بمبی چیزی باشه چی؟ وای خدا نکنه. من گفتم شاید کسی برای ساغر هدیه فرستاده. چیز کردم من. خدای اندازه مرغ مغز نداری. ساغر کیو داره که براش هدیه بفرسته؟ اینو بده ببینم. بذار اول خودم بازش کنم. اگه چیز بدی توش نبود میدم به ساغر. لازم نیست چیزی بهش بگی. آها، از این به بعد برای بچه ها یه تیکه نونم خریدیم، من باید خبردار بشم. فهمیدی؟
من چرا بیچاره رو اذیت میکنی؟ حالا که به این حال و روزش عادت کرده چرا هواییش میکنی؟ وقتی میبینم اینقدر به من فکر میکنه عذاب میکشم. وقتی تو اینطوری میکنی اون بیشتر قصه میخوره. به زودی کاملا دیوونش میکنی. این کاری که میکنی مادری نیست، داری شکنجش میکنی. حق با توه، دیگه بهش سنگ نمیزنم. کار خوبی میکنی. ساغر میای بریم اوتاکوی؟ هم هوامون عوض میشه هم دستبند میفروشیم پول در میاریم. نظرت چیه؟ نه من میخوام برم قدم بزنم. خب تو بشیکتاش پیاده میشیم تا اوتاکوی قدم میزنیم. منم تو راه برگشت از خونه میام پیشت. من نمیتونم با خودم تنها باشم و فکر کنم. ای بابا. خیلی خوب، میبینمت. خدافظ. ساغر میخوای به چی فکر کنی؟ ها؟ به مادرت؟ بابا آخر دیوونه میشی. میخوام دیوونه میشم نخوام نمیشم. تو چی کار داری؟ مگه فضولی؟ ساغر ببین مشکوک میزنی. بگو ببینم باز چه نقشه‌ای تو سرته؟ هیچ نقشه‌ای ندارم. دستمو ول کن. وقتی نفهمم ولت نمی‌کنم. بعد از نریمان خانم حالا نوبت توئه بهت جواب پس بدم. سوگل ببین چجوری داره در میره. ساغر سلام سوگل، اومده بودیم باهات صحبت کنیم. هر وقت منو میبینین مشغول یه چیزیم. یا دارم خونتون دزدی میکنم یا پلیس منو به جرم قتل گرفته داره میبره. به خدا نمیگم اینطوری شد اونطوری شد سرتون رو درد بیارم. اگه دیگه هم نمیخواین منو ببینین خب سرتون سلامت. ما میدونیم که موضوع قتل یه سوء تفاهم وحشتناک بود. عزیزم ما خیلی نگرانت شدیم، خیلی ناراحت شدیم، به خصوص صدا. سوگل ما میخوایم در مورد موضوع دیگه ای باهات صحبت کنیم، ولی نه اینجا. خاله هدیه ازت یه خواهشی دارم. بگو دخترم، البته اگه در حد توانم باشه. میشه بهم حلوا درست کردن رو یاد بدی؟ آخ قربونت برم، من هوس شیرینی کردی؟ نه به خاطر اون نیست. امروز 40مین روز فوت پدر و مادرمه. یه همچین رسمی هست دیگه نه؟ حلوا درست میکنن بین مردم پخش میکنن. آره دخترم، خیلی فکر خوبی کردی. من از اینترنت دستور تهیه‌اش رو سرچ کردم. آرد و روغن رو خریدم ولی پولم به خرید پسته نرسید. بده عزیزم بده، اینجا پسته هست. خاله هدیه نمیخوام از اموال دولتی چیزی استفاده کنم باشه. اونا پدر و مادر منن. میخوام با پول خودم براشون درست کنم. باش عزیزم، بیا